اشهد ان محمد رسول الله. حی علی الصلاة. بگذار به خانه برسی، پدرت رو باید کش. حی علی الفلاح. حی علی الفلاح. حی علی خیر العمل. حی علی خیر العمل. الله اکبر. الله اکبر. ظرفی هم به من بده. لا اله الا الله. لا اله الا الله. سلام علیکم مروان. سلام بر شما دوستان. خوب هستید انشاءالله؟ خوب و ساعتی هم هست که در انتظار. انشاءالله پسر خواهد آمد. امیر آمد. عرض دارم یا امیر، عرض دارم. چرا رئیس؟ از کوفه می آیم، خبر مهمی دارم. راحتش بگذارید. بیا جلو. حرفت را بزن. چه میگویی؟ گفتی از کوفه آمدی. خب چه خبر؟ بگو، حرف بزن. میگویم لا حکم الا لله ولا نعبد الا ایاه. منظورت چیست؟ منظورم این است. آن طبیب رومی کجاست؟ بروید بیاوریدش زودتر. یک تخت بیاورید، یک تخت بیاورید. نگهبانان ویژه کجا هستند؟ نگهبانان ویژه کجا هستند؟ بیایید. استراحت کنید.
آتش بیاورید. چه شده است؟ عمیق است؟ خراشی بیش نیست امیر. پس آتش برای چیست؟ محض احتیاط. نمیخوایی که داغ بر تنم بگذاری؟ نه لازم نیست. خدا را شکر که لازم نیست، وگرنه برای هر داغ داغی بر تنت میگذاشتم. وای! چه کسی به تو خبر داد؟ نگران نباش، من زندم، نمردم. طبیب میگوید خراشی بیش نیست. درست است؟ بله امیر درست است. پسر من یزید از خواب برخاسته و آمده است تا ببیند چه خبر شده. چه خبر شده؟ خبری نیست، تو هم آسوده باش. با آن مردک چه کردید؟ زندانی است. پذیراییش میکنن. پذیراییش میکنن؟ پسر عموی مرا میبینید؟ دستور داده قاتل مرا پذیرایی کنند. صله و خلعت فراموشت نشود پسر عمو. قطعا از خوارج است. چه کسی او را فرستاد؟ هنوز نپرسیدیم. نپرسیدید؟ منتظر چه هستید؟ مرگ من؟ سلامت امیر. سلامت من برایتان اهمیتی دارد؟ توطئه شده، قصد جانم کردند، چیزی نمانده بود هلاکم کنند. آن وقت شما دست روی دست گذاشته اید و دور من طواف میکنید. بیاوریدش. امیر مواظب زخم باشید. تو که گفتی خراشی بیش نیست، دست از سرم بردار. باید جلوی خونریزی را بگیرم. صبر کنید، لازم نیست، برگردید. بیرون، همه بیرون، بجنبید. ما نگرانیم امیر. آسوده باش، دست دردانت را بگیر و برو به همه منتظران قصر خبر بده که معاویه ابن ابی سفیان زنده و سلامت است و تا همه شما را به خاک نسپارد جا برای هیچ کس خالی نمی کند. بروید. بس است. بیرون، همه بیرون. بس تو هم برو و مواظب اوضاع باش. سربازان را در تمام شوارع بگذار و نگهبانان قصر را چند برابر کن. اطاعت امیر. تو کجا؟ پسرمو تو را نگفتم تو سردار منی، تکیه ما به توست. به تو، به ضحاک، به مغیره، به شما یاران با وفا، شما حافظان جان منید. من بدون شما نه امیرم، نه حاکم شام و نه خلیفه عرب. نگهبانان بیرون. نگهبان نمیخواهم، شمایید که نگهبان جان و مال و حکومت منی. اگر امشب شما نبودید بیگمان آن مردک بی سر و پا میتوانست از میان نگهبانان عبور کند و خودش را به من برساند و زخمی کاری به من وارد سازد. چرا نشد؟ چون شما سرداران لایق و یاران با وفا با من بودید. جان من مدیون شما. زخم زبان نزن امیر، خودت گفتی. خودم گفتم که چه؟ گفتی پیش بیاید. ما راهش را سد کرده بودیم. چرا تفتیشش نکردید؟ چرا مراقبش نبودید؟
چرا وقتی از قصدش آگاه شدید ایستاده بودید و تماشا میکردید؟ آیا امیر ما را متهم میکند؟ آری، شما را متهم میکنم. تو را به بی‌لیاقتی متهم میکنم چون از حضور چنین موجودی در بی خبر بودی. تو را به سفاهت متهم میکنم چون آنطور که باید و شاید نتوانستی از جان من محافظت کنی. و تو پسرمو تا کنون 2 بار به جان 2 خلیفه سوء قصد شده و هر 2 بار تو حضور داشتی. 1 بار وقتی که عثمان کشته شد و بار دوم وقتی که امروز نزدیک بود من. مواظب باش پسرمو. اگر 1 بار دیگر در هر سرزمینی به جان خلیفه، امیر یا پادشاهی سوء قصد شود و تو در آنجا حضور داشته باشی، آن وقت است که دیگر اتهامی در کار نیست. من همانند اجدادم همچنان مردی خرافی باقی ماندم. منظورم را روشن گفتم یا روشن‌تر بگویم؟ روشن است امیر، ولی من به هر وسیله‌ای که شده این مردک را به حرف میآورم تا بیگناهی خویش را به اثبات برسانم. لازم نیست. گناهکار کاملا مشخص است. مشخص است که چه کسی او را اجیر کرده و به قصد کشتن من روانه نموده. مشخص است؟ کاملا. چه کسی؟ همان کسی که عثمان را کشت. ولی هنوز هیچ کس نمیداند. یاوه میگویی؟ همه میدانیم که قاتل خلیفه علی بود. مگر ما خودمان پیراهن عثمان را بر سر نیزه نکردیم؟ مگر آیا ام المؤمنین به خونخواهیش بر نخواست؟ مگر فریاد وا محمدا با آسمان بلند نشد؟ دروغ بود؟ ما دروغ میگفتیم؟ بروید معتمدین و سران و اشراف را حاضر کنید و در تالار بزرگ گرد آورید. بگویید معاویه مجروح و زخم خورده با ایشان سخنی دارد. بگویید ممکن است خنجر سمی بوده باشد. بگویید ممکن است معاویه در حال احتضار باشد. همه شما از اتفاقی که امروز صبح در مسجد دمشق روی داد با خبرید. کافر اجیر شده از خدا بی خبری با دشنه زهراگین به امیر حمله کرد و زخمی کاری بر او وارد ساخت. طبیب فلفور زهر را شناخت و پادزهرش را آماده کرد و جان امیر را نجات داد. اما زخم به قدری عمیق است و خونریزی چنان زیاد که دیگر رمقی در تن امیر نمانده و به ناچار در بستر بیماری افتاده. دارب چه کسی بود؟ چرا به امیر حمله کرد؟ به چه کسی وابسته بود؟ اصل و نسبش چیست؟ بگیر نام دارب. آرام باشید. آرام باشید.
نمیدانید؟ چه چیز را نمیدانید؟ ای خاک بر سرتان، میخواهید ما چه بگوییم؟ میخواهید ما بگوییم چه کسی دشمن من و شماست؟ میخواهید بدانید چه کسی مزدوران را مأمور میکند تا من و شما را در خانه خدا از پای درآورد؟ میخواهید اسمش را من به شما بگویم؟ میخواهید ما به شما بگوییم که ضارب به چه چیزی اعتراف کرده است؟ حقیقتاً چنین سوالی دارید؟ واقعا خود شما نمیدانید؟ شاید هم میدانید و خودتان را به نادانی زده اید. شاید تظاهر میکنید، شاید جرأت ندارید، شاید میترسید که اگر لب وا کنید و اسمش را بر زبان آورید همان بلایی را بر سرتان بیاورد که بر سر من و عثمان ابن عفان آورده است. آیا چنین است؟ آیا حقیقتا سران و بزرگان دولت من مشتی ترسو و بزدل هستند؟ من از شما میپرسم چه کسی از مرگ عثمان سود جست؟ جواب بدهید. چه کسی از مرگ من سود میجوید؟ سکوت میکنید؟ نمیدانید؟ بزرگان، ثروتمندان، اشراف دمشق و شام، بدانید که من سپر بلای شمایم. بدانید که اگر به من زخم میزنند برای آن است که شما را از پای درآورند. بدانید که شما جز من هیچ پناهی ندارید و اگر لحظه‌ای من نباشم علی به یکایکتان امان نمیدهد. این آخرین وصیت من به شما و تنها شرط بقای شماست. از علی بترسید و وابستگیتان را به من فشرده تر کنید. بروید و از این مجلس با هیچ کس حرف نزنید. اگر کسی پرسید معاویه زنده است جواب ندهید و اگر پرسید مرده است سکوت کنید و فقط از علی اسم ببرید و او را مسئول بدانید. همین. بروید و اداره کارها را به من بسپارید. بروید. شتاب کن. اطاعت. در را باز کنید. بفرمایید سردار. زندانبان. در خدمتم سردار. باز کن. اطاعت. بفرمایید. بیا. ببر پایین.
آنجا در قل و زنجیر هستم. بازش کن. بفرمایید آنجا. مرا میشناسی؟ هر دوی شما را میشناسم. هر که در سفین بوده محال از چهره شیاطینی چون مروان و ضحاک را از خاطر برده باشد. کی وارد این شهر شدی؟ دیروز صبح. همراهانت چه کسانی بودند؟ تنها آمدم. از که فرمان گرفته ای؟ از علی؟ علی؟ برادرانم را در نهروان او کشت. پس از خوارجی؟ تو که دشمن علی هستی، پس چگونه قصد جان امیرالمؤمنین کردی؟ امیرالمؤمنین؟ چه کسی او را بر ما امیر کرد؟ حکمین. نه حکمی جز حکم پروردگار است و نه حکمی جز او. آنها که به حکمیت گردن گذاشتن مستوجب مرگند. تو چی؟ من دل به مرگ نادم، وگر نه قصد جان کافری چون او نمی کردم. تو از کفر امیر مطمئنی؟ بیش از خودش. و از کفر علی؟ او نیز مستوجب مرگ است. تو چیزی میدانی که از ما مخفی میداری؟ سردار از تو چیزی پرسید. زبان باز کن. حرفی برای گفتن ندارم. چرا؟ داری. به زودی زبانت باز خواهد شد. خودتان را به زحمت نیندازید. دستور بدهید فیلفور خلاصم کنند. داغ و درفش و شلاق و مقرازتان زبانم را باز نخواهد کرد. چه کس از داغ و درفش صحبت کرد؟ من گفتم؟ تو به آخرت معتقدی؟ به همان اندازی که تو نیستی. بهشت و جهنم را باور داری؟ به همان اندازی که تو نداری. درست میگویی. ما باور نداریم. چون باور نداریم سعی کردیم در همین دنیا برای خودمان بهشتی بسازیم. بیاوریدش. اطاعت. تو و تو بیایید. اطاعت. بیا. برو. حرکت کن. زودتر. بهشت ما را نشانش بده.
و درفش و شلاق و مقراض دهانت را باز نخواهد کرد. حال چه می‌گویی؟ می‌خواهی میهمان بهشت ما باشی؟ طاقت ندارم. حرف میزنم. هرچی بخواهید میگویم. مطمئنی؟ حقیقتش را بخواهید نه، ولی میگوید خبر مهمی دارد که باید با خود امیر در میان بگذارد. دروغ میگوید. مطمئنم خبر مهمی ندارد و دفع الوقت میکند. گمان نکنم، چنان ترسیده بود که تمام بدنش میلرزید. میداند اگر دروغ بگوید سر و کارش با بهشت است. امیر زیاد مطمئن نباش. خوارج با نیرنگ زندند. هر لحظه خود را به شکلی بزک میکنند. نه به قولشان میتوان اعتماد کرد، نه به ترسشان و نه به ایمانشان. حتی به خیانتشان هم نمیتوان مطمئن بود. خب خبرت چه بود؟ بگو. در خلوت میگویم امیر. در خلوت؟ تو اگر طالب خلوت بودی در میان خیل جماعت قصد جانم نمی کردی. بگو همه خارج شوند امیر. خبر آنقدر مهم است که اگر بشنوی دهانم را پر از سکه زر خواهی کرد. حرف بزن. چند لحظه بیشتر فرصت نداری. اگر از اینجا قدم بیرون بگذارم فلفور به بهشت باز خواهی گشت. اگر بلند بگویم به همین جرم عقوبتم میکنی. خبر آنقدر مهم است که به تدبیر و اندیشه نیازمند است. مزخرف میگوید. امیر، بگذار تا این خبر را به تو بگویم. بگو. پیش بیایی امیر تا در گوشت بگویم. نه امیر نه. دندان تیزش یا امیر، چون تیغی برنده است. خنجرت. عقب بایستید. بگو. ما 3 نفر بودیم که در کنار دیوار کعبه برای کشتن تو و عمرو ابن عاص و علی ابن ابی طالب اتفاق کردیم. من به شام آمدم، عمر ابن بکر به مصر رفت و عبدالرحمن ابن ملجم به کوفه.
چه کسی این خبر را به تو داد؟ تو میگویی که اکنون علی و عمرو ابن عاص. دروغ میگویی. راست است. قاصد بفرست. طولی نخواهد کشید که همه خبر خواهند شد. اگر علی کشته شده باشه اکنون تو امیرالمؤمنینی. امیرالمؤمنین. امیر، مرا فراموش نکن. نمیتوانم تو را فراموش کنم. پذیراییش کنید و هرچه خواست در اختیارش بگذارید. وای به حالت اگر دروغ گفته باشی. با من بیایید. مروان، ضحاک، مغیره. چه افسونی در گوش امیر خواندی ملعون؟ به امیر گفتم اگر مقام تو را به من بدهد، بهشت و جهنم را یک جا به همگان نشان خواهم داد. اگر به خواب ببینی اکنون قاصدانی به مصر و کوفه روانه کنید. به سوی چه کسانی؟ هیچ کس. با چه پیغامی؟ بدون پیغام. به چه منظور؟ هیچ. فقط ببینم در مصر و کوفه چه خبر است. همین. گوش کنید. به مصر لازم نیست. فقط کوفه. فقط کوفه. برسان به دست معاویه و آنچه در کوفه گذشت بازگو کن. بگو چشم به فرمان او داری. برو به سلامت. امیر کسی را به حضور نمیپذیرد. حتی ما را. فرمان داده که هیچ کس را به حضورش راه ندهم. بسیار. او در انتظار چی؟ نمیدانم. هیچ کس نمیداند.
آن ملعون سر در گوش امیر فرو برد و چیزی گفت. پس همان لحظه امیر در این حالت فرو رفت. شنیدم قاصدی به کوفه روانه کرده است. بی هیچ پیغامی. فقط گفت به کوفه برود و بازگردد. همین. باید به سراغ آن مردک برویم. او میداند. باید از زبانش بیرون بکشیم. ما اجازه نداریم بانو. من به گردن میگیرم. معذورم. بیا پایین. مدتی است که مرا زیر نظر گرفته ای. چشم از من بر نمی داری. هر وقت سر بلند می کنم تو را پشت یکی از این ستونها می بینم. چه چیز تو را نگران کرده است؟ نگرانیم به خاطر سلامت امیر است. امیر زخمی است، به استراحت احتیاج دارد، ولی خواب و خوراک بر خود حرام کرده است. مدام قدم میزند و مضطرب است. میخواهم بدانم منتظر چیست؟ تو بگو منتظر چه هستی؟ منتظرم که انتظار به سرایت و امیر دمی بیاساید. مطمئنی؟ آری. شایدم منتظری که ببینی کی از حرکت باز میستم و سرم روی سینه میافتد و نفسم بند میآید. نکند امیدواری که خنجر سمی بوده باشد، سم دیر یا زود جگرم بسوزاند و تو به اسم یزید حکومت را به چنگ بگی. امیر، من تو را خوب میشناسم. من نیز مدتی است که تو را زیر نظر دارم. میدانم که چگونه یزید را افسون کرده ای، همانطور که سالها پیش مرا افسون کردی. میدانم در مغزت چه میگذرد. من یزید را دوست دارم. یزید هم تو را میپرستد. من دایه اویم، او را در آغوش خیش بزرگ کردم. او به من چون مادری مهر میورزد. آیا این محبت امیر را مضطرب کرده؟ نه، ولی تو با همین محبت بر قصر من مسلط شدی و حال چشم طمع به تخت سلطنت من داری. بی انصافی میکنید امیر. خوب به من گوش کن. من جاه طلبی تو را خوب میشناسم. بهتر است بدانی معاویه ابن ابی سفیان کسی نیست که عنان ملک و مملکت خیش به دست تو بسپارد. دیر یا زود کاری میکنم که یزید جز من به هیچ کس حتی تو متکی نباشد. خواهی دید. پس او را به حال خیش بگذار و از حکومت و مملکت من چشم بردار. شما چطور در مورد من این گونه قضاوت میکنی؟ سعی نکن مرا فریب دهی. سعی نکن قاصدی از کوفه رسیده است از جانب عمرو بن حریث. دست اندازی کنی. مرا و حکومتم را به حال خود بگذار. امیر، قاصدی از کوفه رسیده است از جانب عمرو بن حریث. میخواستید بدانید منتظر چه هستم؟ بیایید. انتظار به سر رسید. بیایید.
محارب کجاست؟ بفرمایید. ببر پایین. زودتر. از کجاست؟ آنجاست امیر، بفرمایید. اینجاست. راست گفتی مرد، راست گفتی. علی ضربت خورده است و در بستر مرگ است. چیزی نمانده که من به تمام آرزوهایم برسم. علی در یک قدمی مرگ ایستاده و من در یک قدمی تخت خلافت. ابن حریث گفته که به صبح نمی کشد. فردا که خورشید سر از چاه به در کند، امیرالمومنین من امیرالمومنین هستم. ای امیرالمومنین، مرا اینجا وا مگذار. تو را وا نمیگذارم دوست من. یک امشب را صبر کن. هنوز تمام نشده است، ولی تمام می شود. تمام می شود. تو را وا نخواهم گذاشت. با من کار داشتیم. به منزل ما بیا، منتظرت هستیم. باشد بعد از نماز. میخواهی به این ملعون اقتدا کنی؟ مجبورم. تقیه میکنم. من مجبور نیستم. های، تو اینجا چه میکنی؟ به خانه باز میگردم. مگر برای نماز نرفتی؟ رفته بودم، برگشتم. حال خوشی ندارم. برو. باز کنید. چرا در را باز نمیکنید؟ با که حرف میزدی؟ با جزمه ها در تمام شهر پراکنده اند. شاید اربابشون معاویه به درک فاصل شد. برای نماز هم نیامد. پس به که اقتدا کردن؟ مروان.
مروان. سلام. الله اکبر. سبحان ربی. چه خبر؟ خبر تازه‌ای ندارم. هیچ کس چیزی نمیداند، ولی حال و هوای دمشق منقلب است. شک ندارم معاویه به قتل رسیده. قصد دارن نگذارن مردم بفهمند تا بتوانند بر امور مسلط شوند. مروان او میخواهد جای معاویه را بگیرد. دغل بازی است که همتا ندارد. تنها او به نماز آمد. نگفتم؟ پس یزید چه؟ تکلیف او چه می شود؟ یزید جوانک هرزه و بیلیاقتی است. حتم دارم مروان سرش را زیر آب خواهد کرد. به خدا قسم اگر حارس اجازه دهد همین فردا میان نگهبانانش مروان را با یک ضربت به هلاکت خواهم رساند. لا اله الا الله. پدر جان تو نرو. ما از خودمان اجازه ای نداریم. ما تحت فرمان حسن ابن علی هستیم. او هم فرمان امیرالمؤمنین علی را ابلاغ می کند. پس به میل من و شما نیست. رشید را دیدی؟ آری، پیغامتان را رساندم. گفت بعد از نماز. جرأت نکرد مسجد را ترک کند. حق با اوست. زندانبان معاویه است. نماز خواندی؟ نه، دلم راضی نشد. خدا لعنتشان کند. نصیب نمازم قضا شود. نشو. سلام. بگو رشید چه خبر؟ از کجا؟ از درون قصر. معاویه به هلاکت رسیده است. درست است؟ رشید. سلام. میگویم معاویه به هلاکت رسیده است. راست است؟ میگویند خنجر قلبش رو شکافته و در دم جان سپرده است. میگویند خنجر زهرآلود بوده است. چرا حرف نمیزنی پسرم؟ چه بگویم؟ آنچه میگویید آرزوی مردم، مؤمنین و یاران علی است. ولی حقیقت جز این است. حقیقت را بگو. گمان نکنم طاقت شنیدنش را داشته باشی. زبان واکن مرد، جان به لب من کردی. معاویه سلامت است. هیچ گزندی به او نرسیده. زخم خنجر آن مردک خراشی بیش وارد نساخت و طبیب در دم چاره کرد. تو مطمئنی؟ او را دیدم، چالاک و سرحال، میخندید و نعره میکشید. از شادی در پوستش نمیگنجید. از شادی؟ از شادی. چون مردک خبری را داد که معاویه سالها برای شنیدنش روز شماری میکرد. کدام خبر؟ که امیرالمؤمنین ضربت خورده است و در بستر شهادت افتاده. دروغ است. من با دو گوش خودم شنیدم. وقتی قاصد از کوفه آمد و خبر را تایید کرد، معاویه و یارانش سراسیمه به زندان آمدند. معاویه آن مردک را در آغوش گرفت و صورتش را غرق بوسه کرد. از شوق به خود می لرزید و اشک در چشمانش حلقه زده بود. چه مصیبتی. وای بر ما.
این سگ عراقی از کوفه آمده و فرستاده دشمن قسم خورده امیر مؤمنان معاویه ابن ابی سفیان است. همه میدانیم که او چه نیرنگ ها در سر دارد و برای محروم نمودن مؤمنین از وجود نازنین جانشین رسول الله یعنی معاویه ابن ابی سفیان به چه خیانت ها دست می آلاید. همه او را می شناسید. او همان کسی است که در صفین فرزندان شما را به خاک خون کشید. او همان کسی است که حرمت قرآن را نگه نداشت. او همان کسی است که علنا و رسما اقامه نماز این سنت گرامی پیامبر اسلام را ترک گفته است. چه کسی او را نمی شناسد؟ نام او چیست؟ ای مردم، سلامتی امیرتان را ببینید و از حضورش در بین خود دلگرم باشید. در مسجد در وقت نماز این مرد به من حمله کرد و قصد جانم نمود، ولی خداوند ملک الموت را از من دور نمود و نعمت پیوستن به اجدادم را از من دریغ کرد و مرا محکوم به ادامه خدمت به شما مؤمنین نمود. خب این خواست خدا بود و من راضیم به رضایش، ولی از دیروز تا به هر چه میاندیشم نمیفهمم که این مرد و همدستانش مرا به کدامین گناه مستوجب مرگ دانستند. مگر من چه کردم؟ مگر من شب و روز در فکر دنیا و آخرت شما مسلمانان نیستم؟ مگر عمر خود را صرف خدمت به شما مؤمنین نکردم؟ مگر جوانیم را به پای آسایش شما مؤمنین نریختم؟ مگر تا کنون لقمه ناپاک از گلوی من پایین رفته است؟ مگر من خون بیگناهی ریختم؟ مگر به مال و ناموس کسی چشم طمع دوختم؟ مگر از شرع و دین محمد پا فراتر گذاشتم؟ ای کینه توزان، ای دشمنان دین محمد، ای فریب خوردگان، بگویید من پیرمرد رنج دیده با شما چه کردم که این گونه در معرض حقد و کینه شما واقع شدم؟ میگویند فرستاده ابو تراب است، میگویند علی او را مأمور قتل من کرده. این مرحوم به علی نسبت داد. خودش میداند که ابو تراب به چنین اعمالی دست آلوده نمی‌کند. بشیر از اگر کار علی خدا از دستش بگذرد که من به سهم خودم از آنچه او در حق من روا داشته گذشتم. البته از حق شما مردم، نه در مقابل علی، که در مقابل هیچ کس نمیگذرم، که نمیتوانم بگذرم، که مجاز نیستم، که خداوند چنین اجازه ای را به من نداده است. اکنون در حضور شما با خدای خود تجدید عهد کرده و عرض می کنم بارالها، من در این دنیای فانی برای خودم و فرزندانم هیچ نمیخوام. حتی از حق شرعی خیش بر این مرد میگذرم و آن را به حکم شما وامیگذارم. حکم شما حکم خداوند است. تکلیف این مرد را شما معلوم کنید. اگر گناهکارش میدانید به سزایش برسانید و اگر بیگناهش میدانید رهایش کنید. هر چه بگویید همان می شود. و من از دل جان
ای امیر، به حق پروردگار بنده تو هستم. به این سگ بارون بخت رحم. ای مرد، دیدی و شنیدی که من از حق خودم گذشتم، ولی این جماعت از حقشان نمیگذرند. آیا میگذری؟ میبینی؟ ای نانجیب دروی فاسق، تو مرا در آغوش گرفتی و بوسیدی. من همه گناهکاران را در آغوش میگیرم و میبوسم، امید آنکه پشیمان شوند و به راه راست برگردند. سپاهیان عراق به سرکردگی ابوتراب در تدارک حمله به ما هستند. ای امیرالمومنین، ببینید ظالمین یک لحظه ما را آرام نمیگذارند. این مرد دروغ میگوید. نه قاصد است و نه از کوفه آمده، از نگهبانان قصر است. من امروز صبح رو در قصر دیدم. زبان به دهان بگیر. میدانم با دشمنانم چه کنم. میتوانم از زخم خنجر زاره بینم جان به در برم، اما از درمان صفاحت تو ناتوانم. آخر کمی سیاست بیاموز، ذهنت را به تدبیر مملکت بسپار. آرزو دارم تو را به تخت بنشانم. همان افتخاری نصیبتان شده است که یاری دهندگان پیامبر اکرم نصیبشان شد. و هر که امروز دست یاری و بیعت به سوی او دراز کند، ثواب یاران رسول الله نصیبش خواهد شد. خدا حافظ شما. بیا. من مطمئنم که او در کوفه نبوده است. کوفه بر سرت خراب شود. صبح در قصد دیدمش. دیده باشی، این نمایشی است برای خلایق. علی دشمن ما هست یا نه؟ پس حمله در کار نیست؟ میگوید حمله، مدام میگوید حمله. آخر کمی مغزت را به کار بیانداز پسر. وای